السلام علیکم دوستان عزیز، روزتان بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب هستید، همیشه خوب مانید. دوستان عزیز، امروز نوار ما سر میشد از پختن امی کارتاشکا با مرغ در دیگ. همراه ما باشید، کانال من را دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. در اینجا به ما 700-800 گرم گوشت مرغ، 7-8 دانه کارتاشکا و چسناک، 2 دانه پیاز. اکنون ما روغنمان را میریزیم. وقتی روغن نغز تصویر، اکنون اون کارتاشکا را پخته میگیریم. نغز که سرخ کرده میگیریم. من اکنون کارتاشکای ما سرخ شد. من این را برداشته مانده. اکنون مرغ را می اندازم. من در اینجا من 4 دانه چسناک را مایده کرده ریزه کرده و این من 2-3 قاشق تمات همراه میکنم. و بالایش نمک، 1 قاشقچه نمک و پریپراوا. این با تابو و ذوق شما وابسته. من پریپراوا تخم گشنیج، universal پریپراوا من تخم گشنیج و بالگری کوفته شده همراه کردم. اکنون همه‌اش را نغز که آمیخته میکنیم. من اکنون مرغ ما سرخ شد. نغز که سرخ کرده میبرداریم. من هر دوش را نغز که سرخ کرده من برداشته. من اکنون با دیگمان 1 کالی روغن من انداختم. به بالاش من کارتاشکا را نغز که چینده به بالاش همون سوسی کردگی من را همین طور می اندازیم. من پیاز را همین طور میمانم. این به طب و ذوق شما نخواهید پیاز همراه نکنید. من پیاز همراه کردم 2 دانه برای باز هم ساچنی آمدنش. من اکنون مرغمان را میچینیم و بالایش من اکنون همه‌اش را چینده و بالای این هم با سس همراه کردم. من اکنون باز کمتر پریپراوا، زیره تخم گشنیج. من باز 1 دانه دیگر پیازمان را همین طور مانده. اکنون به بالای من 1 قاشقچه مرچ، 1 قاشقچه مرچ و اون زیلینی یخ کرده شده در مرزیلینگ من نگاه داشته همان را انداختم. و بالایش 1 قاشقچه مرچ کوفته شده انداختم. من تخمینا 100 میلی لیتر آب خنک. من اکنون من مرچ را انداختم.
یک قاشقچه مرچ را اینطور انداخته. اکنون بالایش کمتر نمک هم میاندازیم و به بالایش را نزدیک باشته. اکنون 1 ساعت تخمین 1 ساعت 1 ساعت و 10 دقیقه اینطور دم کرده بمانیم. من اینطور مرغ و کارتشکای ما آماده شد. حتما آماده کنید دوستان عزیز. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر.